دانستنی ها. قرص یوگا برای کاهش اضطراب. حتما ما رو دنبال و سابسکرایب نمایید و فعال کردن زنگوله اطلاع رسانی یادتون نره. دانشمندان بخش خاصی از مغز را که تنفس آرام و روش‌های مراقبه را کنترل می‌کند شناسایی کردند. آنها باور دارند به مدد این شناسایی گروه جدیدی از داروهای ضد اضطراب به نام قرص یوگا را تولید خواهند کرد. این قرص‌ها به افرادی که با حمله عصبی و اضطراب شدید مواجه هستند کمک می‌کند تا به شکل خودکار نفس‌هایشان را کندتر و عمیق‌تر کنند بدون آنکه به تمرکز نیاز داشته باشند. در این تحقیقات برای اولین بار مجموعه‌ای از سلول‌های قشر مغز را شناسایی کردند که عامل تنفس آگاهانه هستند. تنفس آگاهانه با تنفس غیر ارادی متفاوت است. این مطالعه از لحاظ علمی ثابت می‌کند که تمرینات تنفسی، مراقبه و یوگا به کاهش اضطراب کمک می‌کند و نحوه عملکرد آنها را نیز توضیح می‌دهد. مدار تنفسی از بالا به پایین پرسش همیشگی علوم اعصاب بوده و یافتن سازوکاری عصبی که توضیح دهد کاهش سرعت تنفس چطور بر احساسات منفی مانند اضطراب و ترس تاثیر می‌گذارد بسیار جالب است. این نتایج ممکن است به تولید گروه جدیدی از داروها منتهی شود که به طور خاص اختلال اضطراب را هدف قرار دهند. داروهای آینده می توانند تجربیات و نتایج یوگا و سایر فعالیت‌های مربوط به مراقبه را الگو برداری کنند و به همین دلیل نام قرص یوگا برای آنها انتخاب شده است. داروهایی مانند زاناکس که در حال حاضر در بازار موجودند بر بسیاری از بخش‌های مغز که رفتارهای مختلف را کنترل می‌کنند تأثیر می‌گذارند، اما محققان امید دارند تا داروی آینده آنها فقط مدار مغزی را که مسئول تنفس آگاهانه است هدف قرار دهد تا اثرات جانبی آن کمتر شود. آنها همچنین در تلاشند تا مسیر معکوس را شناسایی کنند. مسیر معکوس قسمتی از مغز است که سرعت تنفس و اضطراب را افزایش می‌دهد. برای هدف گرفتن مدار تنفسی آهسته باید مسیر مخالف را شناسایی و درک کرد تا بتوان برای رفع اضطراب از آن اجتناب نمود. البته احتمالاً تولید و عرضه قرص یوگا دست کم 10 دهه طول بکشد.